سلام بچه ها، صبح بخیر. امروز یه ویدیو جدید داریم، ویدیو فروشگاهی. اومدم کافلن. میخوام مخصوصا برای اونایی که جدید اومدن توی آلمان و تو فروشگاه گیج میشن، نمیدونن که چی باید بخرن، برای اونا یه ویدیو درست کنم. بیاین از روغن شروع کنیم. حالا من بهتون میگم چی بگیریم. بچه الان 7:47 صبح، برای همین دارن فروشگاه رو میچینن. یکم اینجا شلوغ پلوغه. من تو قسمت روغنا، توی روغنای زیتون من همیشه اینو میگیرم به خاطر اینکه خیلی بوی خوبی میگن. شیشش هم کوچیکه، زود تموم میشه. بچه ها گیجتون نمی کنم، 2 روغن بیشتر بهتون پیشنهاد نمی کنم. برای پخت و پز روغن رپس اول، حالا فارسیش هم بعد براتون می‌نویسم، و برای سالاد لاین اول. بچه این لاین اوله روش هم نوشته هایش ان اومگا 3 بتسوربن، یعنی اومگا 3 زیادی داره و به شدت حواس تغذیه‌ای زیادی داره برای سالاد و اینجور چیزا. یعنی فقط برای سرد استفاده میشه، برای پخت و پز استفاده نمیشه. ولی مزه تلخی داره، اگه بتونین مزهش رو تحمل کنین پیشنهاد میکنم. بعدی که پیشنهاد میکنم رپس اوله، اینا که براتون می‌نویسم. حالا فارسیش چی میشه الان نمیدونم، ولی من خودم آلبا اول میگیرم. روغن نسبتا گرونتریه، 6.99. برای همین من همیشه هم رپس اول دارم هم آلبا اول دارم. آخر اینکه غذا پخته میشه آلبا اول میزنم، چون که اینم همون رپس اوله ولی بوتا کشمک، یعنی یه بوی کره‌ای خاصی داره برای خشک شدن غذا. بچه علت این که رپس اولو پیشنهاد میکنم اینه که تناسب داره بین اومگا 3 و اومگا 6 و از لحاظ تغذیه‌ای برای پخت و پز بهترین روغن حساب میشه. زون بلومن اول که همین روغن آفتاب گردونه رو اصلا پیشنهاد نمیکنم. خب بچه اگه که از اینجور ویدیو دوست دارین، پارت 2 براتون میذارم راجع به یه ماده غذایی دیگه.